کمپانی‌های معروف خودروسازی همیشه در حال تلاش و رقابت با یکدیگر بودند تا بتونن بهترین خودروهای خودشون را تولید و به مشتری‌ها ارائه بدن. حال در بین این میدان رقابت برخی از کمپانی‌های معروف سرعت را با تجملات ترکیب کرده و توانستند خودروهای شیک و گران قیمت را تولید کنند. در این ویدیو قصد داریم 10 تا از گران قیمت ترین و شیک ترین خودروهای موجود در دنیا را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید تا در دنیای لوکس ماشین ها گشت و گذاری داشته باشیم. عاشقان ماشین های کلاسیک آخر ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندن. شماره 10 بوگاتی دیوو. بوگاتی دیوو یک خودروی اسپورت موتور وسط است که با رویکرد پیست محور توسعه یافته و توسط بوگاتی اتومبیل SAS تولید شده است. نام این خودرو به افتخار راننده اتومبیل رانی فرانسوی آلبرت دیوو گذاشته شده است. آلبرت دیوو 2 بار در دهه 1920 برای بوگاتی در مسابقات تارگا فلوریو برنده شده است. به گفته بوگاتی، دیوو چابکترین و سریعترین خودرویی است که تا به حال ساخته شده است. تولید این خودرو به 40 دستگاه محدود شده است. قبل از عرضه عمومی توسط بوگاتی به مالکان شیرون از طریق دعوت ویژه پیش فروش شده است و در اولین روز عرضه به فروش رسیده است. حداکثر سرعت این خودرو 236 مایل در ساعت است. هزینه خرید این ماشین برابر است با 6 میلیون دلار. شماره 9 پاگانی هوایرا کودالونگا. دو کلکسیونر پاگانی تمایل خود را برای خرید یک خودروی منحصر به فرد با شکل نمادین دمبلند از خودروهای کلاسیکی که در مسابقات دهه 1960 ظاهر شدند اعلام کردند. این گونه بود که پاگانی هوایرا کودالونگا ایجاد شد. تنها 5 نمونه از آن وجود دارد. بنابراین نادر بودن آنها قیمت را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. آنچه که مطمئناً به ارزش آن کمک می‌کند نمای بیرونی زرق و برقدار و فضای داخلی به سبک استیمپانک است. این خودروی شگفت‌انگیز دارای یک توربوشارژ دوقلوی 6 لیتری V12 است که 829 اسب بخار قدرت تولید می‌کند و همراه با گیربکس 7 سرعته متوالی یک تجربه مسابقه واقعی را ارائه می‌دهد. هزینه خرید این خودرو برابر است با 7.4 میلیون دلار. شماره 8 مرسدس بنز میباخ اکسلور. با وجود ظاهر عجیب و غریب آن، این یک خودروی اسپورت 4 نفره با عملکرد بالا با موتور V12 توین توربو است. میباخ اکسلور در یکی از موزیک ویدیوهای جیزی حضور داشت و طبق آخرین اطلاعات توسط خواننده رپ بردمن خریداری شده است. حداکثر سرعت آن 213 مایل در ساعت است. هزینه خرید این خودرو برابر است با 8 میلیون دلار. اگر ماشین باز هستی و دوستانی داری که عاشق ماشین هستن، ویدیو را لایک کن و برای دوستان ماشین بازت بفرست. شماره 7 بوگاتی سنتو دی سی. خودروی بوگاتی سنتو دی سی حدود 20 کیلوگرم کمتر از شیرون وزن دارد و دارای یک موتور 8000 سی سی، 4 توربوشارژ 16 ولت با قدرت 1578 اسب بخار است. تولید سنتو دی سی محدود به 10 دستگاه با قیمت 8 میلیون یورو یعنی 9 میلیون دلار خواهد بود. شماره 6 بوگاتی شیرون. تولید بوگاتی شیرون به 30 خودرو محدود شده و این مدل یک شاهکار دیگر از مهارت بوگاتی است. بوگاتی در واقع اولین سازنده ای است که توانست از مرز سرعت 300 مایل در ساعت در پیست در آلمان عبور کند. این خودرو در واقع نسخه ارتقا یافته بوگاتی شیرون است که به سرعت 304.77 مایل در ساعت رسیده. به همین دلیل بوگاتی تصمیم به تولید و فروش تعداد محدودی از این مدل‌های ارتقا یافته شیرون گرفته است. هزینه خرید این خودرو برابر است با 10.8 میلیون دلار. شماره 5 رویز رویز سویپتیل. رتبه پنجم در لیست گرانترین خودروهای ما خودرویی است که تنها میتوان آن را یک قطعه شگفت‌انگیز از جادوی دستساز توصیف کرد. این خودروی لوکس و منحصر به فرد در بریتانیا توسط رویز موتورکارز ساخته شده است. این خودرو در بسیاری جهات از تمام رقبای خود پیشی گرفته. هزینه خرید این خودرو برابر است با 13 میلیون دلار. اگر عاشق ماشین‌های کلاسیک و شیک هستی، ماشین آخر لیست مختص خودت. شماره 4 اسپی اتوموتیو کیاس. یک تازه وارد در صنعت خودروسازی که توسط یک طراح یونانی به نام اسپیروس پانوپولوس با استفاده از برخی از پیشرفته ترین مواد موجود ساخته شده است. مدل پایه‌ای این خودروی فوق‌العاده نسخه اسپی اتوموتیو کیاس ارس با قدرت 2048 اسب بخار است. موتور V10 4 توربو تا 3065 اسب بخار قدرت می‌یابد
و تنها در 1.55 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت و در کمتر از 7.5 ثانیه به 1/4 مایل میرسد و این یکی از دلایلی است که قیمت آن به 14.4 میلیون دلار میرسد. شماره 3. پاگانی زوندا اچ پی بارچتا. پاگانا زوندا اچ پی بارچتا سومین خودروی گران قیمت جهان است. این خودرو ظاهری نسبتا منحصر به فرد دارد. چرخهای عقب تا حدی توسط فیبر کربن پوشانده شده است. محافظ باد کوچکتر از حد معمول است و خود خودرو بدون سقف است. قدرت بارچتا 789 اسب بخار و سرعت آن حداکثر 221 مایل در ساعت است. این مدل سریعترین و قدرتمندترین مدل زوندا تا به امروز است و به جرئت میتوان گفت که این خودرو ظاهر زیبایی دارد. قیمت خرید این خودرو برابر است با 17 میلیون دلار. شماره 2. بوگاتی لاوایچر نوئر. این ماشین بخشی از برنامه بوگاتی برای ساخت 2 خودروی سفارشی در هر سال است. فقط یک نوئر ساخته خواهد شد و این موضوع بسیار جذاب است. با اینکه بوگاتی اولین بار در سال 2019 به این موضوع اشاره کرد، اما اعلام کرد که برای تکمیل ساخت هر کدام از این خودروها به 2.5 سال زمان نیاز دارد. بوگاتی اعلام کرده است که یک خریدار ناشناس این خودرو را با قیمت 18.7 میلیون دلار خریداری کرده است. من که خودم به شخصه عاشق ماشینایی هستم که بوگاتی یا روز رویز میسازن. تو چطور؟ داخل کامنت ها برام بنویس. شماره 1. روز رویز بوتیل. این خودروی لوکس و گران ثابت می‌کند که می‌توانید کمیت و کیفیت را با موفقیت با یکدیگر ترکیب کنید. این یک جانشین عالی برای سویپ تیل زیبا در سال 2017 است که به قیمت 12.8 میلیون دلار فروخته شده. روز رویز بوتیل به عنوان مدل‌های ساخت قطار طراحی شده‌اند. بنابراین شبیه به خودروهای کلاسیک هستند. آنها دارای موتورهای فوق‌العاده با قدرت 563 اسب بخار هستند. علاوه بر این روز رویز بوتیل برای یک نمای بیرونی 2 رنگ شگفت‌انگیز، تزئینات سفارشی خیره کننده در داخل و یک چتر خورشیدی داخلی و یک یخچال شامپاین است. هزینه خرید این خودرو برابر است با 28 میلیون دلار. توی ویدیوی بعدی میخوایم سری بزنیم به خاورمیانه و کشور خودمون ایران و ببینیم تو ایران ثروتمندترین بازیگران چقدر درآمد دارن و آیا میتونن با درآمدشون ماشین هایی که اعلام کردم رو بخرن. پس تا ویدیوی بعدی کانالمون رو سابسکرایب کن و زنگولش رو هم بزن تا به محض اینکه ویدیو جدید آپلود شد با خبر بشی.